سلام دوستان عزیز، انگار که گفتن لایو درست شده. من لایوم تموم شد، رفتم آپدیت کردم، الان اومدم که مهمونمون رو دعوت کنیم و اینکه شراب و داغ ادامه بدیم، چون این همه زحمت کشیدیم، استوری کردیم، خیلی منتظر بودن. اوکی. چی شد یهو به خاطر این آپدیتش از لایو من انداخت بیرون، من رفتم دوباره آپدیت کردم اومدم. خب اوکی، این بنده خدا اسمشون چی بود؟ وفا. اوکی، براش بفرستم. خب لایو رو برای مهمونان بفرستیم. سلام. سلام قوقا جان، چطوری؟ سلام، چطوری؟ من فکرم خونه، نه بیرونم. چون شراب داغ داریم با نیاز داریم که یه جا سکوت باشه و مهمون اینا من میرم پایین، کس دیگه رو میخوای بیاری بالا؟ من همینجوری اومدم ببینمت عزیزم. فعلا که مهمونمون نمیده بهمون، مهمونمون اومد. حالا اگه ساعت نبود مشکلی نیست. باشه، مهمونتون کیه؟ حالا میاد بالا میبینی. کجا رفتی؟ کافه رفتی؟ آره اومدم کافه. اوکی، سلام. بهترینم سلام. بذار ما برای مهمونمون رو دعوت کنیم. سلام به همه، سلام به خوشگل مشکلا. آریان چه خبر؟ نبودی، کم پیدا بودی. هستم، شما نیستین. کم سعادتیم عزیزم، نمیبینیمتون. صبر کن. شفیقه دوستت بود؟ دوستم، آره، دلش برای شفیقه تنگ شده. شفیقه من دوست پسرشم. سلام برسیم. پسرمه، دوستم نیست. محمد آقا. حالا بحث عوض کن. نه خودت گفتی، من گفتم شاید ایشونه. ببخشید. نه من اون یکیه. اون اولیه محمد، من دوم. نه ولی خب نیدیم این چیز افتخار نمیده ما ببینیمشون بشناسیمشون. افتخار میدی؟ بله افتخار می‌کنم. افتخار میده. بفرمایید. ببینم. شفیقه شما شفیقه ای؟ سلام، خوبین؟ زنده باشین. اسمتون چیه؟ من خشایارم. کشایار. استانبول زندگی میکنین؟ بله. قوقا خانم هستین یه دوست معمولیش هستین؟ من دوست پسرشم. خوشبخت باشین. آره بس دیگه. جذابم از کچلا، جذابم قوقا. میگه کچلا جذابن. دوست پسر من از نزدیک خیلی جذاب تره. تازه فقط یکم لاغره. نه کجاش لاغره، اتفاقا هیکلش ورزشیه، بچم ورزشکار خیلی خفنیه. ولی خب خیلی تو اینجا شاید کوچیک دیده میشه. اینج مشکی. آره آره مشکی پوشیده، لاغر دیده میشه. لاغر دیده میشه. اوکی. کچل بود بچه. میگه کچلا جذابن. همه چی میکشی قلیون؟ طعمش چیه عشقم؟ دو سیب فرش. آره 2 سیب میزنی؟ من لایو برایشون فرستادم. آره خلاصه عزیزم. آریان نیومد مهمونت؟ دارم چای میکنم تو بیاد بالا. سلام علیکم. سلام. خوبین آقا وفا، خوش اومدین.
مشتاق دیدار. سلام، زنده خوبی باشی. شما؟ رو به رایی، سلامتی. انشالله که همیشه روزگار براتون بر وقف مناد باشه. سلامت باشیم. بذاریم ما مهمان آخرم بیاریم و چشم بروی چشم. چشم بروی چشم. بزن اگه سلامی هست با هم دیگه صحبت کنیم تا من مهمانو بیارم. خواهش میکنم. تمام. میخواید من یه دقیقه از بیوگرافی خودم بگم اگه براتون مقدوره؟ الان مهمانو بیارم و اجازه میدیم. اصلا لایو مال شماست عزیزم. خواهش میکنم. تمنا میکنم. استعدا میکنم. بهار جون اومد. سلام عزیزم. سلام. خوبین؟ جمعیان سلام. سلام سلام. 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 چطوری؟ اوکی بچه اگه سلامی هست به هم به سلام، اگه سلامی هست به هم دیگه بکنید و چون مهمانمون میخواد صحبت کنه. سلام بچه ها، خوش اومدید. دوستان همگی خوش اومدید. خواهر برادرای گلم، از طرف من اگه اومدین این عزیزان رو حتما فالو کنید، مخصوصا لایو گذار گلم. بفرمایید آقا وفا، خودتون معرفی کنید لطفا. من حسین محبی هستم، معروف وفا، اسم هنریم وفا. تو تهران زندگی میکنم، خیابان پیروزی، منطقه 14 تهران. از سال 1387 تئاتر رو شروع کردم. از آدمای کوچولو هستم، از کوتاه‌قامتان هستم، آدمایی که تو دنیا خیلی کمن، مثل ما خیلی خاصن، منتها نادرن، کمن. و من از سال 87 تئاتر رو شروع کردم. جلوتر که رفتیم کار تصویر و سینمایی و بازی کردم. منتها من بنای زندگیمو همیشه رو صداقت میذارم. خیلی نمیخوام لاف بزنم، کپی بیام بگم تو سینما و تلویزیون پررنگ بودم. نه، خیلی پررنگ نبودم. تو مایه‌های سیاه لشکر و هنروری بودم. حالا نمیدونم شنیدید یا نه. خیلی دیالوگ نداشتم. جلوتر که رفتیم کلیپ بازی کردم، کار کودک برای بچه‌ها انجام میدم. دلقک هستم، افتخارم میکنم که دلقک هستم، چون دلقک تو کشور ما بچه افتاده و یعنی تو خیلی از کشورهای پیشرفته دلقک رو به چشم یک هنر نگاه میکنن. چرا؟ چون شما باید با میمیک صورتت و صورتت خیلی حرفا رو به مردم بزنی. مثل تئاتر و سینما انقدر راحت نیست که شما دیالوگ بگید، مردم رو بخندونید، مردم رو گریه بندازید و به خاطر همین من آرزو میکنم که یک روز بهترین دلقک دنیا بشم. الانم که در خدمتتون هستم. سوالی باشه در خدمت. آقا وفا، چون شما مهمان ما هستین و به عنوان یک شما را آوردیم به عنوان یک نماینده‌ای که اقلیت‌هایی که کوچولو هستن و کوتاه هستن، به خاطر همین من از شما سوال میپرسم، فقط چون سوال زیاد هستش فقط سوالا رو خیلی کوتاه جواب بدید که خیلی هم راحت باشید. اصلا من تو در بسه نفتید، با من خیلی راحت باشید. من ظرفیتم خیلی بالاست. ممنونم. اوکی. و سوالایی که میپرسم اونایی که میتونید قادر هستی جواب بدید، اینایی که نمیتونید بگید آریان جان سوال بعدی. چشم، حتما. اوکی. قوقا جون، بهار جان، اگه سلامی هست چیزی میخوایم بگین که ما شروع کنیم. سلام عرض میکنم خدمتتون. باعث افتخارین. من خیلی شما رو دوست دارم. سلام خانم. زنده باشید. انشالله که همتون همیشه پاینده و برقرار باشید. بفرمایید آبجی گلم، بفرمایید. خب من این بنده خدا بالا میخواستن یه چیزی بگن. این بنده خدا سمت راستتون میخواست. من متولد 1358 هستم، 24 خرداد، نیمه اولی هستم. حالا من ازش میپرسم قوقا. 24 خرداد 58. اوکی بچه. اوکی. آقا وفا، گفتیم وفا هستید، در تهران به دنیا اومدین. چند سالتونه؟ من 42 سالمه، متولد 1358 هستم. 42 سالتونه. قدتون چنده؟ 1.27، وزنم 66. به خاطر همین بهم میگن تو پلیس کبود. 40 کیلو اضافه وزن. بله، 126 هستید. و وزنتون چقدره؟ وزنم 67، 42 کیلو تقریبا من اضافه وزن. 67 کیلو. و در تهران متولد شدید. آقای وفا، این این لایو آموزشی است، فقط برای آموزش مردم و آگاهی مردم. ببخشید اگه سوال میکنم.
یه سال کردم ناراحت نشید. گفتم راحت باشید، من ظرفیتم خیلی بالاتر است. زنده باشید. آیا من سوال من اینه که آقا وفا، آیا این افرادی که کوچولو هستن، کوتاه هستن، یعنی اینها ژنتیکی هستن؟ دلیلش چیه که اینجوری به دنیا میان؟ ببینید یک سری خب طبیعتا یه جنگی توی برهه‌ای از زمان بود به نام جنگ ایران و عراق. خب خیلی از این مادرها هول می‌کردن، به جنین فشار میومد. خب یکی از دلایلش میتونه، عمده‌ترین دلیلش میتونه استرس باشه. یه دلیل دیگه که خیلی مهمتره میتونه ازدواج فامیلی باشه، که مثلا دختر دایی پسرعمه هستن. مثلا من پدر مادرم دختر دایی پسرعمه بودن که من اینجوری کوتاه قامت به دنیا آمدم. ولی من این دو تا دلیل رو میدونم. خب ببخشید، یعنی الان شما میگین جنگ ایران و عراق، یعنی قبل از جنگ ایران و عراق ما هیچ عمده‌ترین دلیلش میگم استرس، که یه نمونه بارزش میتونه جنگ ایران و عراق باشه. خب حالا مثال دیگه نبود، یعنی اصلا میذارتین رو جنگ ایران و عراق؟ خب خیلی وقتی شما حساب کنید توی یه جایی نشستید خیلی راحت دارید غذا میخورید، یهو بغل دستتون یه جایی داره منفجر میشه. خب یه زنم هستید، این به جنین فشار نمیاد؟ خودتون 2 تا 4 تا کنید. اگه خب غیر منطقی میگم منظور میگم خب استرس شاید من الان مثلا تو خونه باشم، جنگ هم نباشه ولی بهم استرس وارد بشه، مثلا یه مشکلی برای بچه‌م پیش بیاد. ولی شما استرس چی تعریف میکنید؟ استرس دارید تا استرس 100 جور استرس دارید. من استرسم اینه که خب ببخشید من تو خونه نشستم نگران کرایه خونم هستم برای ماه دیگه. من الان تو خونم نشستم نگرانم که کارمو از دست بدم. من تو خونه نشستم که پدر کرونا نگیره. خب اینا همه استرس. خب ببین شما اگه مثلا من به پول ایران حساب می‌کنم، چون من تو ایران دارم زندگی می‌کنم، اگه خدایی نکرده شما 5 میلیون 10 میلیون دغدغه مالی داشته باشید، از زیر زمینم جور می‌کنید. خب این طبیعتا از استرستون میکاهه، یعنی استرس رو کم می‌کنه خلاقه. خب اما اینکه مثلا توی یه جایی نشستید و یه صدای بمبی میاد، یه صدای تفنگی میاد، خب طبیعتا خیلی فرق میکنه. حالا بازم من زیاد به این مسئله مانور نمیدم. خب طبیعتا شما یه دلیل منطقی برای خودت داری، اما خب شما خودتون قشنگ حساب کنید دیگه. اعصاب میتونه ریشه خیلی از مشکلات باشه دیگه. اعصاب، استرس، اینها میتونه ریشه خیلی از مریضی ها و مشکلات باشه. چون استرس داشته باشید طبیعتا زخم معده میگیرید، یبوست معده میگیرید که کبدتون مشکل پیدا میکنه. این سه واضحه، چیز مبهمی نیست. من راحت براتون شفاف کردم. حالا بازم من به عقیده شما احترام میذارم متقابلا. اوکی. نه من نظر من استرس حتی میتونه بعضی موقع فکر کن توی دنیا جنگ شده، اون استرس هیچ کاری رو برای تو، هیچ صدمه‌ای به بدن تو نمیرسونه، ولی همه جا مثلا میبینی همه چی اوکیه ولی تو وجود خودت یک استرس داری که تو رو از پا میندازه. ولی استرس هم نظره. خب اینکه بله زنده باشید. و اینکه خب شما دلیل این که شما اینجوری به دنیا اومدید، یعنی کوچولو به دنیا اومدید، به خاطر استرس پدر مادرتون بوده؟ نه، یکی از دلایلی که شما سوال کردید، اولین یکی از دلایل استرس، بله، یکیش هم ژنتیکیه. برای شما چی بوده؟ برای شما چی بوده؟ اون اصلیش بیشتر برای من 80-90% ازدواج فامیلی بوده، 20% ترس مادرم بوده. جای تیراندازی می‌کردن، مادرم هول میکنه، صدای تیر میشنوه. خب من حتی کوچیکم بودم خیلی بدتر از این بودم. خدا رو شکر شفا گرفتم، حتی لال بودم، معلولیتم بدتر بود. حالا خدا رو شکر الحمدلله رو پاهام میتونم راه برم. خدا رو شکر خداوند عنایتش رو به ما کرد و ما رو شفا داد. من خیلی بدتر از اینها بودم الحمدلله. باز حتما اینه که دارم رو پاهام راه میرم. حالا خیلی هم از زندگیم راضی نیستم، اما حداقل الان دیگه 60-70% از زندگیم راضیم. یه 30% ناراضیم. درسته. یکی از خانم‌های توی لایو میگن که بحثو عوض کن، عصبی شدیم. ببخشید شما الان ایشون یکی از دردای جامعه است. من ایشون دعوت کردم که شما ببینید که در دنیا چه خبره. شما همیشه باید شادی باشه، همیشه باید بزن به کوب برقص، شاد باشید. ببینید که در جامعه چه دردایی هستش. این آقا چی میکشه؟
یعنی چی بحث رو عوض کن؟ این اتفاق شاید برای فرزند تو بیافته فردا، بعد اینجا بر فرزند تو بعد ما بگیم بحث رو عوض کن، در مورد بچه صحبت نکن، اینجوری شده. مرسی بچه‌ها، خیلی ممنون که کامنت های قشنگ می‌ذارید. کجا برسم با این تفکرشون؟ خب اوکی اینطور. و اینکه سلام میرسم خوبی؟ اوکی این دوستمون میچرخید. و اینکه مجرد هستین یا متحد؟ من مجرد هستم. مجرد هستین. چرا ازدواج نکردین؟ خب ببینید یه مشکلاتی کشور ایران داره، نمیشه بحث و روش زیاد مانور داد اینجا. الان مثلا من نمیتونم خیلی سیاسی صحبت کنم، متاسفانه یه دغدغه‌های خیلی بدی کشورمون داره که منجر شده که من که الان حسین محبی معروف وفا هستم مجرد باشم. خب مجرد میشین. خب اوکی. خب یعنی اینکه خب یک کوچولوشو به ما بگین چرا مجرد هستی؟ چون ببخشید من خودم خواهر دارم، مادر دارم، یه موقع حمله بر بیادبی نباشه. من میگم زن عروسک نیست که بگیری پرتش کنی اونور، در قبالش مسئولیت داری و من نمیتونم از این مسئولیت به این بزرگی برمیام، چون واقعا سخته که یکی از دلایلش شرایط فیزیکی و یکی از دلایل بزرگترش میتونه دغدغه مالی باشه. خب اوکی. آقای وفا، اولین باری که متوجه شدی که با انسانهای دیگه متفاوت هستی و فرق داری، اون در چه سنی بود؟ در سن تقریبا 8 سالگی 9 سالگی بود. واقعا اون موقع، الان خدا رو شکر اعتماد به نفسم رفته بالا، اما اون موقع واقعا خیلی بهم فشار می آمد و متاسفانه این رو عقده میشد برام، می اومدم تو خونه با پدر مادرم دعوام میشد، خیلی بهم فشار می اومد، خیلی فشار روم بود. اما سال به سال که گذشت با این شرایط کنار اومدم، مخصوصا تو این 10-15 سال خدا رو شکر خیلی با این شرایط کنار اومدم. مثلا کسی کوچکی حرفی میزد من میزدم زیر گریه، اما الان خیلی از دوستان هستن با من شوخی میکنن راجع به شرایط فیزیکی، من میخندم. من یه اخلاقی بدی هم دارم. من میگم کسی با من شوخی میکنه باید جنبه شوخیشو داشته باشه، اگر نداشته باشه یعنی ببخشید معذرت میخوام قهوه‌ایش میکنم میذارمش کنار. این اخلاقو هم دارم. و اینکه آقا وفا، شما پدر مادرم که از اقلیت‌های کوچولو هستن یا نه فقط شما؟ نه همه قد کوتاه هستن، اما عادی هستن، توشون کوتاه قامت فقط منم. کوتاه قامت شما هستین. و اینکه خودتون چی گرایشتون چیه؟ گرایش جنسیتون به خانوم علاقه دارید یا از اقلیت جنسی دیگه؟ دیگه نه دیگه طبیعتا به نه، ما هم قشنگ همون زندگی عادی مردمون داریم، خیلی راحت عاشق میشیم، چه دخترمون چه پسرمون، و حالا چه شامل دختر بشه یا شامل پسر بشه به همون جنس مخالف. خب چون اینکه شما اینجوری میگین، چون خب من خیلی دوستایی دارم که همین کوچولو هستن و به جنس خودشون یعنی همجنسگرا هستن. خب نه، اون بستگی به ژنشون داره و یا ببخشید معذرت میخوام، حالا عزیزان دو جنسه هم عزیزان ما هستن، رو سر من تاج جا دارن، تاج سر من هستن، من خیلی رفیق دو جنسه دارم، شاید شرایط جنسی بودن رو دارن که اینجوری هم، وگرنه من با کوتاه‌قامتان زیادی در ارتباطم و میدونم که اونا هم مثل مردم خیلی عادی دارن زندگی میکنن، عاشق میشن، دخترامون دوست پسر دارن، پسرامون دوست دخترای قد بلند دارن، خیلی راحت، و خیلیشون هم ازدواج میکنن، حالا یا بچهشون کوتاه قامت در میاد یا بلند قامت. اوکی. و اینکه شما در این 42 سالتونه، درسته؟ بله. و در این 42 سال عاشق شدی؟ شدم، متاد خیلی احساسی برخورد نکردم، یعنی که سریع مثلا از خورد حریم برم دیگ بگم بابا مامان یه پولی فراهم کن من ازدواج کنم، شاید میتونستن این کارو بکنن، اما میگم ترسیدم و هیجانم اون جور دیگه ای تخلیه کردم که نمیتونم دیگه حالا اونو بگم. اوکی درسته. و اینکه آقا وفا، آیا شما که به عنوانی که یک از اقلیت‌های کوچولو هستید، شما اگه بخوای عاشق بشی یکی مثل هم نوع خودتون رو پیدا میکنین و عاشق میشین، یا نه دوست دارید؟ مثلا من دوستی دارم به اسم هادی کوچولو، دوست اون اصلا میگه من با خانومایی که مثل خودم
کوچولو هستن دوست ندارم باشم، دوست دارم با خانمای قد بلند باشم. شما نظرتون چیه؟ شما چجوری دوست دارین؟ من الان خیلی از دوست دخترام خانمای قد بلندم. من سر کوتاه بودن و بلند قامت نیست. متاسفانه خانمای کوتاه قامت یه خود حساسن، یه خود مثلا چجوری من دوست دارم بلند قامت رفیق داشته باشم، اونا هم دوست دارن بلند قامت رفیق پسر داشته باشن. یه خود با ما سخت کنار میان و منم یه اخلاق بدی که دارم، دختری که حالا چه بلند قامت داشته چه کوتاه قامت خودشو برای من بگیره، من بدم دوست ندارم، حال نمیکنم. خب این مال همه من اینجا. زیاد به فکر این نیستم که دوست دختر داشته باشم و اگرم دارم به خاطر تخلیه یه هیجانمه که نمیتونم مسئله رو باز کنم، زشت میشه، قشنگ نیست. از ادب نه چیز زشتی نیست، چون که ما در سال 1400 و 2021 زندگی میکنیم و این حرف باید زده بشه و به همه اینا اطلاعات باید داشته باشن. چیزی بدی نیست که ما بخوایم صحبت نکنیم. ولی من ازتون میپرسم، میخواستم سوال بپرسم آقای وفا. بله شما آیا با اینکه مثلا این آدمای اقلیتی مثل شما که کوچولو هستن، شما سایزتون هم کوچیکه؟ بد نیست. خب سواله من وظیفه دارم که بپرسم، چون از من دارن زیر کامنت میذارم میگن آره جون بپرس، میدونی من باید بپرسم. که اول برنامه به شما گفتم ظرفیتم من خیلی بالاتر از حقش راحت بشه. آره خب حالا سایز شما بزرگه یا کوچیکه؟ متوسطه، دروغ نمیگم. بفرمایید آب. راحت باشین ازم، یا آب بخورید. یه کاری کردی آب بخوری. قاقا چطوری؟ دلم چقدر برات تنگ شده بود عوضی. بهار خیلی خفه شو بابا، رفتی ما رو آنفالو کردی، حرف مفت نزن. حرف نزن. تو چند سال دوست منی رفتی یه سراغی از من نگرفتی؟ خیلی بی‌معرفتی به خدا. بچه صحبتاتون رو بذارید برای بعداً، لطفاً بذارید کم از مهمان سوال بکنیم، بعداً وقت دارید. ممنونم. آره خب اوکی. الان شما آقا وفا قدتون 120. خب یک کوچولو به ما توضیح. 1.27 هستین شما. این سایزتون چنده؟ 5 6 تا 10 12 13؟ حالا من چجوری بگم؟ حالا شاید شما خندتون میگیره چون شکمم. نه من خندم نمیگیره عزیزم، من خیلی این چیزا رو زیاد دیدم، من گوش میکنم. تو رو خدا یه موقع مسخره نکنید، فکر نکنید دارم مسخره میکنم. نه من شرایط من اصلا مسخره نیست. نه چی بگم مسخره کنید؟ یه موقع فکر نکنید که من دارم مسخره میکنم. من اینو جدی دارم میگم، چون شکمم جلوتر از اون مسئله است. اون مسئله رو من زیاد نمیبینم که ببینم چقدره، خیلی دقیق روش مانور ندادم. به خاطر اینکه شکمتون جلو هست. شما الان برید پیجمو ببینید کاری که انجام دادم، چند تاش مینی تستر بوده، لباسای تنگ میپوشم، شکمم خیلی میاد جلو. من یه موقعی میرم دستشویی، شاید باورتون نشه خیلی راحت نمیبینم، به سختی میشورم خودمو. خب اوکی، یعنی شما یعنی شما میگید حالا ندیدین سایزتونو؟ میبینم، اما میگم چون به سختی میبینم دیگه حوصله ندارم کامل ببینمش. خب من با نشون میدم با دستم، شما بگید آره اوکی کنید. اوکی سایزشو. حالا این چرا خیلی برای مردم مهمه دارن سوال میکنن؟ چون مردم، خب ما دوست داریم هم لایو فان باشه هم جدی باشه که مردم خسته نشه. من که به شما گفتم ظرفیتم با دست. آره اوکی، پس من با دستم نشون میدم، شما بگید که کدوم درسته. اوکی ببینید من دقیق نمیتونم بگم، اینم اگر بهتون بگم به خاطر اینکه ببخشید سربسته میگم، میرم با جنس مخالف خودم نزدیکی میکنم، یه موقعی اون کمکم میکنه که مثلا ور میداره میذاره حرکت بهش میده، دیدم یه چیزایی وگرنه دقیق نمیتونم بگم چقدره. خب اوکی، نه من یه چیز میارم. بابا در حد نیست. خب من الان یه خیار میارم، اینو به 3 قسمت تقسیم میکنم، شما یکیشو انتخاب کن. اوکی ترسیدم، من فکر کردم میگید کل خیار. نه من الان یه خیار آوردم، اینو به 3 قسمت تقسیم میکنم با سایزهای مختلف، شما سایزتو انتخاب کن. چشم، من در خدمتم.
خب، اوکی، ما بچه اینجا 4 تا سایز داریم، میخوایم آقا وفا سایز مورد علاقه که سایزش رو انتخاب کنه. اوکی، خب من 4 تا بهتون نشون میدم، از 1 تا 3 تا از 1 2 3 4. شما بعد که اینا رو دیدید عدد تو انتخاب کن. خب اولین چیزی که نشون میدم شماره 1. یه خود بزرگتره. نه خب اوکی، نه فقط الان نگاه کنید، این شماره 1. اوکی، شماره 1، شماره 2، فقط نگاه کنید، هیچی نگید، فقط نگاه کنید. شماره 2، شماره 3 و آخرین گزینه شماره 4. خب از این عددا کدومش بود عزیزم؟ اگر لذت کافی رو ببرم و دیر انزالیم خیلی دیر زمان ببره، گزینه دومه. گزینه سوم هم میتونست باشه، گزینه سوم دیگه خیلی کلوف بود. از چیز درازه. آره خوبه. آره گزینه شما اینه، درسته؟ آره درست. خب اوکی، خب اینا به نتیجه رسیدیم، میریم رو سوال بعدی. خب برو اوکی. اوکی، خب آقا وفا، آیا دوستانی که مثل شما کوچولو هستن، آیا لذت جنسیشون مثل آدمای معمولی هستش؟ یعنی مثل آدمایی که بله یه سریشون هستن آباچیششون تندتر هم هست. یعنی شاید هم شما مثلا لذتتون بیشتر از آدمای قد بلند باشه. من به خاطر اینکه چون سرد مزاجم، بلغم دارم، گرمیجات زیاد میخورم، خیلی گرایش بیشتری دارم. زنجبیل میخورم، پیاز میخورم، گردو میخورم، عسل میخورم. اینا تحریک کنندن. خاطر گرایشم بیشتره نسبت به رقابت‌های دیگه. اوکی. و آقا وفا، شما در این اولین باری که خود ارضایی کردین در چه سنی بود؟ خود ارضایی؟ بله. یادم نیست، اینو یادم نیست. چون من به دوستان میسپرم که برام جور کنن، یا از بچگی میسپردم که برام جور کنن. به من همشون پا نمیدادن، رفیقام برام جور میکردن. منم چون خوب پول میدادم یه درصدی به رفیقام میدادم، اونام برای من میآوردن و دیگه. خب نه، حالا آقا وفا تا این توی 42 سالتون تا حالا خود ارضایی کردیم؟ آره، مگه من آدم نیستم؟ همه خود ارضایی میکنن. خب نه، سواله دیگه، میدونم نیستم. خب اوکی، شما چجوری خود ارضایی میکنی؟ به چی فکر میکنی؟ کجا میزنی و با چی میزنی؟ والا خیلی وقت یادم نیست. خب نه، شما داری این سوال منو میپرسید، من میگم اولین بار کی بود، بعد این سوالو میگیم، شما میگین مگه من آدم نیستم. خب یکیشو بهمون توضیح بدید. آخه اون موقع خانواده به ما اجازه نمیدادن فیلم ببینیم. خانواده ما مومن بودن. ما یه موقعی تو خیابون میدیدیم، یه موقع مثلا یه کوچولو، اون موقع هم اندازه نقل بود دیگه، من 7 سالم 8 سالم بود، خیلی کوچولو بود. یه چیزی میومد بالا، منتها خیلی چیز خاصی نبود. تا اینکه 12-13 سالمون شد دیگه بالاخره یه چیزایی رو فهمیدیم و بعد یه سری چون منو دوست داشتن دم من گفتم مثلا این خانومو دوست داری، اون خانومو دوست داری اینجوری باشه. نه من بحثم جداست. آقا وقتا میگم خود ارضایی رو میگم شما اگه نمیتونی بگی که اولین بار کی بوده، آخرین بار رو بگو که کی خود ارضایی کردی. همون تا قبل از 10-11 سالگی بود دیگه بعد از اون برام جور میکردم. خب یعنی شما آخرین باری که خود ارضایی کردی تو 10 سالگی بوده؟ آره درست. یعنی الان ماشاءالله شما از آدم‌های قد بلندتر بیشتر سکس داری انگار. نه الان دیگه خیلی الان قیمتا رفته بالا دیگه. آریان من میرم پایین، دیگه رو بیار. هفته شده 2 سال. خواهی بری کجا میری؟ میرم بعدن دوباره میام حالا لایوای بعد. خب برو باشه. بهار خدافظ. آقای بسلام. خوش آمد. نگاه رویا تو لایو، رویا رو بیار آریان. چشم. رویا خانم یه کامنت بذارید. درخواست بده رویا. بذارید. آقا بهار جان یکم با آقا وفا صحبت کنید تا من یه مهمان بیارم. وفا جون چقدر زنده باشید. من امروز شما تو لایو عمو جعفر دیدم. درسته؟ منو
آره شما آره توی دیگه، من هم نامزد جعفرم دردت. بگید آذین، نگید رویا، من با آذین آره میشناسم. ولی دیگه آزین. آزین کوچولو. ببخشید من آره. معذرت میخوام، ببخشید من میتونم یه اجازه از شما بگیرم؟ بله یه جواب شما یه چند نفر رو میتونم بدم جواب شما شما به شوخی؟ صاحب لایوین، از من اجازه نگید. به کامنت عزیز من توجه. ببخشید سلام خانم، حال شما سلام خوبه؟ سلام، حال شما خوش خوب اومدید. هستین؟ سلام آقایون. سلام. دوستانی که پایین دارید میگید که اندازه کلته اگر از خواب بیدار شد 4 برابر هیکلتونه، بیایید بهتون نشون بدم. یه عزیزی دیگه هم گفته کی آخرین بار کون دادی؟ بیا بهت نشون بدم که کی آخرین بار کون دادم. یک جوری میزنم توش که از دهنت بزنه بیرون، بعد از اون ورت هم نفتر بیاد. خب من در خدمتتون هستم. خب اوکی بریم. رویا جون، آذین جان خیلی خوش اومدی. اگه سلامی هست به مرسی، مهمون سلام سالا رو کردم. شروع سلام کنیم. آقای وفا، سلام بهار جون، سلام آریان سلام جون، سلام رویا سلام جون. به سلام همه آزین. دوستان خوش در آمدید. خوش لایو. آمدید. قربونتون خوش برم. آمدید. بقیه سوالاتتون رو بفرمایید، ما هم گوش میدیم. زنده باشه، ممنونم. سلامت باشید. اوکی. سوال خب آقا وفا، شما گفتی که چون مثلا خانوما به شما خانومی میدادن دوستاتون براتون جور میکردن، یعنی چی؟ خب خوششون نمیاد دیگه از شرایط، یعنی ما رو دوست دارن، مردم خیلی ماها رو دوست دارن، اما خانم ها رو حساب حرف مردم حساسن. مثلا تو ایران میدونی که یه مش حرومزاده هستن، دختر رو خراب میکنن، بخاطر همین دختران دوست دارن با ما باشن، اما نه برای سکس. اگر هم بخوان بکنن به صورت پنهانی، کسی نفهمه. چون مردم ما یک سریاشون، البته دوستان مردم عزیز ایران ببخشید من همه رو نمیگم، یک سریا رو دارم میگم. بالاخره شما بخوای بری یه چند کیلو میوه بخری، توش 4 تا خراب پیدا میکنی دیگه، درسته؟ آره. بله. اوکی، یعنی منظور این که مثلا دوستای شما مثلا اونا مثلا خوشتیپ بودن، هیکلی بودن، دور و برشون دختر زیاد بود، شما هم کنارش استفاده میکردید. بله. خب بعد پول میدادید شما؟ بله. چقدر مثلا بیشترین پولی که برای یک خانوم دادید چقدر بوده برای سکس؟ ببینید رفیقای من ارزون جون میکردن، من برای دلم پول میدادم. مثلا من طرفم گفتم بیار، من شب تا صبح بهش 1 میلیون میدم، خودم دلی میدادم، در صورتی که با 400-500 تومن هم کلکش کنده میشد داستان. شغلتون چی چیه؟ میگم، من دلی پول میدادم. من اوکی. بازیگرم. اوکی. بازیگرم بچه‌ها، رو تو رستوران کار میکنم. آذین جان، بهار جان، چون میخوام سوال کنم بعد به شما اجازه میدم سوالاتون رو بپرسید. اوکی، من تمرکز میخوام من سوالای فعلا مهم بپرسم. سوالی ندارم چون همه سوالای منو تو میپرسی آریان. اوکی، نه آذین جان اگه سوال داری بعد من اجازه میدم بپرسید. فعلا من این سوال ازش بپرسم. اوکی، شما پس برای ببخشید من معذرت میخوام، ببخشید من گو نمیخورم، تو رو میخورم که من اگه کنسرت گویی. کامنت اصلا نمیبینم، نمیدونم چه جوریه. اصلا نه کامنت یکی به من گفت گو دوست نخورون عزیز پایین. وفا کامنت جون اصلا به نخونید، من نه کامنت ها کامنت بذارید، رو براتون ندارم. آخه میچیه اینا فکر میکنن چون من آدم کوچولو هستم ذهنم هم عقلم هم اندازه قدمه، یه سری رو اصلا باید جواب مهم بدیم. نیست بابا، جای ما باشی چی کار میکنی؟ آقا وفا لطفا کامنت ها رو نگاه نکنید چون مال چشم همه است. اگه اینجا دور من از بخواد به احترام شما 3 نفر چشم دیگه نگاه نمیکنم. اصلا چشم شما بگید به چشم. فقط حرفای آریان گوش بدید. اصلا بعضی کامنت هایی که بیادبی میکنن فقط اصلا من یه جواب چیزی رو ندید. میگم دیگه، هیچی نمیگم، فقط یه اصلا چیزی رو میگم. دوستانی که اون پایین توهین میکنید، فوش باد حواس برمیگرده به خودتون، توف سربالاست میپاشه تو صورت خودتون. حالا هر چی بگید به چیزایی خودتون هست توهین که میکنید. همه من ملت دیگه هیچی نمیگم. میدونن. اصلا اوکی حرفایی که من بچه دیگه شما هیچی نمیگم. اوکی آقا وفا، ما خیلی سوال داریم و وقتم زیادن. بذار من سوالم از شما بپرسم مهمون عزیز. چقدر اوکی اذیت شما ببینید می‌کنی؟ من میخوام رقصم لایوتون. بکنم و رقصم میخوام بکنم. اصلا بابا رقص اوکی چون چشم، برای 5 دقیقه آخرش رو برای رقص شما. اوکی بذارید من سوالام بپرسم بچه. چشم. بهار گوشت تو دستت بگیر، دراز کشید دوباره صدا میپیچه. یه لحظه. اوکی. شما آقا وفا گفتین که شب تا صبح به یه خانومی 1 میلیون میدادین، بعد این 1 میلیون میدادین، بعد شب تا صبح چند بار رابطه داشتید؟ شب تا صبح 2 بار 3 بار. 2 بار 3 بار. و اینکه پوزیشن مورد علاقت چیه؟ جان من شاسی بلند باشه،
موهاش فرقی نداره، چشاش فرقی نداره، لاغر باشه و شاسمونت، پوست بدنش هم صفر باشه. نه پوزیشن منظوری که در رابطه ای که داری کدوم پوزیشن کدوم حالت رو دوست داری؟ مثلا من فرغونی دوست دارم که پاهامو بدم بالا. من جدی دارم میگم، یه آدم احساسی هم. من بیشتر ریزه‌کاری دوست دارم، عشق‌بازی رو دوست دارم. یعنی عشق‌بازی یعنی دوست داری بیشتر طرفو بوس کنی، بغل کنی، اینجوری دوست داری؟ و این من که به محبت جنس مخالف احتیاج دارم تا اینکه مثلا به فکر، ببخشید معذرت میخوام، به فکر سولاخ باشم. نه اینجوری نیستم. من با خیلی فرق. ولی در کل محبت جدا، رابطه هم جدا. وقتی که رابطه دارید کدوم پوزیشن رو دوست داری؟ بله. کدوم وقتی رابطه کدوم پوزیشن رو دوست داری؟ ببینید برای من دیگه یه دقیقه آخرش به اون قسمتش ختم میشه، اون مرحله نهایی. بچه پوزیشن به فارسی چی میشه؟ من چجوری با آقا وفا بگم؟ سکس چه مدلی دوست داری حرکت بزنی؟ وای مرسی. میگم من میگم بیشتر من به ریزه کاری مثلا چی؟ بالاخره داگی چیزی یعنی منظورم این که نه منظورم آقا وفا من با رسم شکل نشون میدم، یکیشو انتخاب کن. اوکی؟ خب من بچه‌ها من برم تو اتاق یا اینجا انجام بدم؟ همینجا خوبه. عقب دوربینو بگیر پایین، سر دوربینتو بکن پایین، همینجا عملیات ورفرج رو انجام بده. اوکی پس من پوزیشن ها رو 4 تا رو انجام میدم، آقا وفا یکیشو انتخاب کنه. آقا وفا پوزیشن شماره 1 نتم خوبه؟ آزین؟ آره عالی است. این شماره 1 واسه چی اینجا تنگه؟ کجا من این پوزی؟ همونجا خوبه. خب این پوزیشن شماره 1. شماره 2 اینه. خوبه؟ خب بلند شید، من گرفتم. بلند شید. این هم فرغونی. بلند شید سریع فقط بلند شید چون ریپورت میشن. وای خدا مردم. خدا نکنه آیان تو عشقی. وای خدا میگه گزینه دوم. تیک بزن. وای مونم نگوی چی بگوده یکی از بچه‌های پایی میگه حله. یکی از بچه‌ها کامنت گذاشته میگه حله. اوه خدا این شب خنده. خدای آیا عشقی تو. وای چه پوزیشنایی میره. حالا آقا کدوم دوست داری؟ کدوم مدل دوست داری آقا؟ داگی دوست نداری؟ وای خدا دست تو. یکی کامنت گذاشته میگه چارابی چی شد؟ خوبه. چارمی از قربونی داگی بود دیگه. چارمی اینه. ببخشید اینم برم که بچه‌ها ناراحت نشن. نه غلط کردم. بشین نه آره گفت. آقای وفا حرفت میام. میشه آقای وفا یه صندلی بذاری رو صندلی بشینی که با این کله میای تو دوری و قدوی کلت هم ببینیم. بلوی چشم بفرمایید. خوبه؟ عالی خوب شد. خب اوکی بچه‌ها بریم بقیه سالا. خب آقا وفا شما پوزیشن های منو دیدین، کدومشو دوست داری؟ گفتم دیگه دومی، گزینه 2. دومی همین که داگی دیگه که زانوها رو میذارن رو زمین. آره. خب اوکی. اول یه سخته چون نسبت دقت من باید نردبون بذارم برم بالا. اولیه خیلی سخت. ارتفاعی زیاد بود. خب اوکی درست. و آقا وفا تا حالا شده که مثلا یک
یه خانومی خودش برای کنجکاوی، مثلا من ترنس هستم، هنوز عمل نکردم، لای پام هنوز اون آلت مردونم رو دارم. خیلی از خانوما به من دایرکت میدن که ما دوست داریم یک بار با ما سکس کنیم، ما ببینیم تجربه با یک ترنس چیه. آیا این برای شما پیش اومدی که مثلا یه خانومی بیاد برای کنجکاوی به شما بگه آقا وفا شما چون کوچولو هستی من میخوام یک بار امتحان کنم ببینم این لذت رابطه با یه آقای کوچولو چیه؟ این مورد تا حالا داشتی؟ نه، طرف میاد میگه پولو بده کارتو انجام بده، برم کار دارم، فقط پول بده. پولو بده. اوکی. ببینید از آقای وفا، اینی که شما میگی مثلا پول، ببین الان ما همین خوشگل‌ترین پسر، خوشگل‌ترین دخترم پولم میده، به موقعش هم پولم میده. میدونی چیه؟ فقط شما نیستی که بگی چون شما کوچولو هستید من باید پول بدم سکس کنم. نه، این نیست. خوشتیپ‌ترین پسرم که بخواد بعضی موقع سکس کنه پول میده، که یعنی انقدر که هیکلی باشه، خوشگل باشه، خوشتیپ باشه. یعنی این که مثلا شما تنها نیستی که شما بخواید بکنی چون من از اقلیت کوچولوها هستم، من کوتاه قد هستم، اینا من باید پول بدم سکس کنم. نه عزیزم، همه ما انسان ها به جاش برای پول میدیم. من خودم حالا که مثلا خب رابطه زیاد داشتم، کیس زیاد دارم، ولی خودم تا حالا شده پول دادم به طرف، گفتم بیا با من سکس کن. این یه نوع فیتیشه. آره یه نوع فیتیشه. من الان خب اوکی قد بلندم، همه چی اوکی، یه رابطه دارم، مثلا یکم به خودم برسم خوبم، یکی پیدا میشه با من سکس کنه. ولی روزاییم شده که من خودم به طرف پول دادم، شده 2 میلیون 3 میلیون به طرف دادم، گفتم بیا با من سکس کن من لذت ببرم. یعنی منظور خواستم بگم این برای همه است، شما تنها نیستی. اوکی؟ بله بله بله. سلام غزل خانم، خوش اومدی. غزل خانم خوش اومدی. بله بفرم. ببخشید من یه موقعی با فالوورام سلام علیکم شرمنده حمله بر بیادبی نباشه. زنده باشید. و آقا وفا شما در رابطه کمرتون سفته یا شل؟ من اولا شل بودم، اما الان چون گرمیجات زیاد میخورم خوب شده، قرصم میخورم. خب چه قرصی استفاده اسپری میزنم، اسپری سر میکنه لعنتی. مثلا خوب آن دیرنزالی دارم اما خیلی سر میکنه لعنتی. یه بار حالیم نبود یاد زدم به رفیقم گفتم بیا فوت کن، سوختم. اون سری اول بود، وارد نبودم. گفتم بیا فوتش کن. چقدر عالی. بعد اینکه پس در کل کمر شما شله، یعنی زود انزالی داری ولی قرص و نه الان خوب شده منتها برای محکم کاری اگه مثلا رابطم شب تا صبح باشه یه قرص هم میخورم. الان خوب شده چون مرتب دارم انجام میدم. اگر مرتب انجام ندم شل میشه، اما اگر مرتب داشته باشم هفته 3-4 دفعه رو دارم. رفیقام برام جور میکنن، مثلا چیز داشته باشم قشنگ جور میکنی. و اینکه خودتون دوست مثلا فکر میکنید یک آدم معمولی در هفته چند بار باید رابطه داشته باشه؟ خودت چند بار در هفته رابطه میخوای؟ ببینید حالا میدونم باورش براتون سخته، اون دغدغه اصلی زندگی من نیست. من تو این چند سال خیلی اذیت شدم تو جامعه، پولمو خوردن، خیلی ها بهم توهین کردن، خیلی جا ترک کار کردم، داشتن ازم شکایت میکردن. الانم شاید یه داستان قضایی هم داشته باشم، یه خانومی به من بی احترامی کرد، خرابش کردم تو اینستاگرام، احتمالاً شاید حالا داستان بشه برام، کاری ندارم. یه خیلی دغدغه دارم تو زندگیم، خیلی گرفتاری دارم. این دغدغه اصلی نیست. یه موقع من در هفته حال میکنم، یه هفته رو میرم انجام میدم، یه موقع در ماه من شاید 5 دفعه 6 دفعه هم نه. این دست خودمه. من وقتی پول خرج کنم برام راحت جور میکنم، چون طرف میاد مثلا 30% ور میداره، 70% میده به طرف جنس مخالف من دیگه. خب یا خانوم برام جور میکنه، مثلا با خانومه رفتم نزدیکی کردم، خب مثلا به خودش گفتم تو
جوان‌تر از خودت سراغ داری؟ مثلا گفته حسین من نمیام امروز، حوصله ندارم. گفتم خب بهتر، جوان‌تر از خودت سراغ داری؟ گفته آره. گفتم بیا این درصد هدار، این درصدم بده به اون. خب مثلا جور شده، جور میشه، پول بدم خیلی راحت جور میشه. منطقه میگم به فکر این نیستم که مثلا 2 ماه پیش هفته چند دفعه داشتم یا چند دفعه نداشتم. به خاطر همین دقیق نمیتونم بهتون بگم. من گرفتاری دیگه ای تو زندگیم دارم، این دغدغه اصلی زندگیم نیست. گوش میدید؟ آره بله درسته. آقا وفا شما یعنی این که ببخشید اینجوری یه چیزی هم بهتون بگم، چون دوست دارید مثلا توی یه سری از مسائل توجیه بشید، تو مسائل اکس حالا برید تحقیق کنید به حرف من میرسید. سن که بره بالاتری خود بدن تحلیل میره، اون گرایش کمتر میشه، یعنی چیز معکوس در میاد، یه چیز خوشگل معکوس در میاد. گوش میدید؟ خیلی دیگه اون انگیزه جوونیاتون رو دیگه ندارین. من حالا مردا رو اینجوری استنباط کردم، حالا چه مثلا خانم نبودم ببینم استنباط خانم چجوریه، برداستان خانم چجوریه، اما مردا رو میدونم هر چی سن بره بالاتر گرایش کمتر میشه، بدن بیشتر تر. منم الان 42 سالمه دیگه، سنم کم نیست خیلی. مثل اون بچگیام زور و شوق ندارم که مثلا وقتی میدیدم مثل آنتن بلند شه. فقط آقا وفا یکم خلاصه توضیح بده چون لایو 10 دقیقه مونده و من سوال زیاد دارم چون شما میخوایم برقصیم و اینجا خلاصه توضیح بدین. آقا وفا یعنی ببخشید اینجوری میگم کلمه شما ببخشید اینجوری میگم شما کسکش داری؟ حالا دیگه اینجوری نگید، اون طرف داره محبت میکنه دیگه. چون این چه نه چه محبتی؟ ببین شما الان نیستم که محبت کنه. وقتی طرف داره پولشو میگیره این چه محبتیه؟ خب این ببینید یه چیزی که متاسفانه تو کشور ما بد جا افتاده. من این کلمه زشتیه. نه کلمه زشتی نیست. کلمه زشتی نیست. من الان خودم من جاکشم، خونم خالیه، اینجا میام کف کول میکنم پول میگیرم. من الان جاکشم، خونه خالی دارم، تنها زندگی میکنم، رفیقا میان خونه من کف کول میکنم، من پول میگیرم. خب شما الان یکی برای شما کس جور میکنه، خب اونا بهشون میگن کسکش. شما کسکش داری؟ ندارم. من برام جور میکنن، من دوست ندارم بهش بگم، به این کلمه بگم، چون اعتقاد ندارم. ولی اسمشو اینا میگن، یعنی منم الان چون خونه دارم مقام دارم یعنی اینجا میکنن به من بعد چی بگم به نظرتون؟ باز من به عقیده شما احترام دارم. این یه چیزی که متاسفانه تو فرهنگ ما بد جا افتاده. مثلا شما یادت اولش اومدی به من گفتی که مثلا من شما آدم کوچولو رو دوست دارم، تو دایرکت نمیدونم یه چیزی گفتی که گفتم بگید کوچولو. ما داریم یه کاری میکنیم، یه سیاستی اتخاذ میکنیم که این کلمه برداشته شه. خب این کلمه متاسفانه تو مملکت ما جا افتاده، وگرنه طرف داره وقتی جور میکنه اصلا پولش ارزش نداره. شاید خیلی بودن از من حتی یه مدت پول میگرفتن دیگه پولم جور نکردن، چیز نگرفتن از من، رفاقتی تا کردن. خب نمیدونم، من حالا باز به عقیده شما احترام میذارم چون من الان 2700 نفر تو لایفن. من با افتخار یه جاکشم بچه‌ها، من خونه خالی دارم، هر کسی کس و کون داره میخواد اینجا بکنه دایرکت پیام بده، فقط 100,000 تومان 1 ساعت میگیرم، تموم شد. هر کی میخواد خونه من در اختیارتون، 1 ساعت 100,000 تومان، کس و کونتون بیار بکن، همون حوله چایی مشروب غذا همه با من، بیا اشتغال کن، فقط برو دایرکت منتظرتون. خب اوکی سوال بعدی. خب این که شما یه چیزی هم بدی به طرف بره که همه اینا میشه 200-300,000 تومان. ما چون ایران زندگی میکنیم آیا همچین چیزایی اینجا میدونه که دیگه اوکی نیست. درسته اوکی. و اینکه بله و اینکه آقای وفا بهایی جان کشی تو دستت بگی دارم صدا میپیچه. آره صدا میپیچه مال اوکی. و اینکه آقای وفا تا حالا شما تو این 42 سال گروپ زدی؟ یعنی چی؟ نمیدونم به خدا.
گروه یعنی که گروه به فارسی چی میشه آسین خانم؟ گروپ دیگه یعنی 5-6 نفر بیای با هم دیگه دست جمعی بکنی. مرسی. مترجم ما میگه 5-6 نفر با هم بیار آبگوش بخورین دیگه. آبگوش آره خوردیم، غذا خوردیم، اما از اون کارا نه، کارای بد نه. یعنی تا این که مثلا 3-4 نفره با هم رابطه نداشتیم؟ نه بابا چه حوصله‌ای دارید؟ نه یکیش پیدا نمی‌شده بعد دوست چه نه منظوری که شما خدایا راست میگه، حرف قشنگی زد. یکیش هم من رفیقام جون میکنم، خودم جون نکنم. چجوری 5-6 تا؟ نه من یه شوخی باهات بکنم آبجی، یه شوخی باهات بکنم دلخور نمیشی. ماشاءالله دل خجسته‌ای داری، به خیلی چیزای ریز فکر میکنی، خیلی دلت خجسته است، خوش به حالت، فکرت باز آزاده. من بدبخت اگه فکرم میشه آزاده. نه کلی دارم میگم، نه بالا میگه گروه پیشون بالا رو دارم میگم، لایوگذار دارم میگم خوش به حالت. تجربهشو داشتی یا نه؟ براش جالبه آخه. آره من جالبه برام. نداشتم نه بابا. بدبخت یه دونه که با موچین میگرفته بعد آقای بفا اگه داشتی چی کار میکردی؟ فقط توضیح بده. تو فضا بودم آخه سخته. نه حساب کن 5 تا جیگر دور برم. نه منظور من ببخشید، منظور من این نیست که شما یه آقا 5 تا خانوم. شما گفتی که من دوستان برام جور میکردن، مثلا 2 تا پسر 2 تا دختر، منظورم اینه. عوض بده. خب نمیتونستیم جلوی هم دیگه به هم دیگه نشون بدیم. میگیریش میگم. بله خب مگه چی الان طبیعی شده همه دوستان مال همدیگه رو میبینن؟ نه خب اینجا ایران یه حیایی هست بالاخره یه چیزی. آره فاطی. به نظر من برقص آریان رقصش ببین. اوکی الان فعلا 3 دقیقه دیگه ما 3 دقیقه دیگه سالمون تموم میشه. بچه‌ها ببخشید بهار از اینجا یه لحظه 3 دقیقه دیگه سالمون تموم میشه، 5 دقیقه وقت بدیم که آقا وفا برام برقصه. این سالای خیلی کوتاه. اوکی اگه در زندگی بخوان از شما یه چیزی رو یاد کنن به نظرت چیه؟ مردم داری. من مردم داری خیلی داریم شوخی میکنیم. من یه چیزی رو بهتون بگم شاید باورتون نشه. خلاصه وقت نداریم ببخشید آقا فقط خیلی خلاصه فقط یه جواب بدید. من 3 ماه لایو گذاشتن رو یاد گرفتم، 3 ماه لایو رو یاد گرفتم، اما دوستای زیادی پیدا کردم به خاطر مردم داری.